خدا همش جمع بود مادر. جمع بود؟ همش جمع بود. جان مادرم باز شما را زدن. نمیخ جان بیشتر بود؟ میکشم فهمیدی میکشم دایق جان در خانه را پوشانو بعد بیا آب سرته. سومن جان لبک جای رفته شدی بعد پیش ما بیا خب؟ من نمیدونم با این چی کار کنم. میگم بیام خونه غشت باشد که خونه تازه است. میگم لباسم ناشسته باشد که لباسم شسته است. عزیز من میدونم با تو چی کار کنم. دایق جان بیا آب آمد پیش من بیا. همه گلها آب داده انا کرا ای خفای در صبح شد خب؟ خوب شد. آخی نبین همه چی ششتگی توزه کردگی موندگی های چه زنی یک حلقه سیده اونا اینجا بیاین چی حال است؟ من همه قواب لباس با پول میخرم تو در زمین میزنی. اینجا پیش من بیا. سومن جان آب محکم کن. بیشتر بود؟ میکشم فهمیدی میکشم در پیش در کد بخشخه نکن افوزه در برو حوزه و نفهم نکن که من گردیم فهمیدی نکن که من گردیم میکشم فهمیدی میکشم ای چی حال احوال است بخمانتا نیو من این لباس ها پول داده میخرم با قیمتی جا میخرم لیکی تو در همین زمین میپرتوی تیز جان کن تیز کن مادر با خدا همش جمع بود مادر. جمع بود؟ همش جمع بود. دختری بابا برو ایدیا دختری بابا برو اکام کروندم پدرم معلمان مادرم معلمان اینا بینم حالا حوالاتا میکشمت فهمیدی میکشمت یک بار دیگه میبینم میکشم فهمیدی تو گپی منو فهمیدی گپی منو شکر خدا ای خدا جان از این بد نکن. نمیگویی یعنی میتونم با تو چی کار کنم. جان سومن جان شما دایق جان ششته باچه جان مادرم باز شما را زدن. نمیخ جان
پدرت نزده ای گپا دا یگم جو نگو مایلش بچه به دست رویتون سیاهیه هیچی نیست رفتیم کارو را کنیم رفتیم یک کورا با جوی او خیلی میدوی جزیر میشه اوچه جون دستی هم کسرت در این خونه یکون چی نمیمونن موشه این سیوهی های دستوروی تو کی گم میشوم این سیوهی های دستوروی تو کی گم میشوم یکی یگون خیش تبور بیاید یکی یگون همسوه بیند باز نگویم که من زدم دارم فهمیدی که بعد اون روز از دستی من خلوصی نداری حقود همه قدری این گلورا خوش رو آبی که اوجه قاق شده است اپا او اپا او اپا استو داری تو هست بزن بیست کارنای نوازو دختریت هست تو زن زدی دخترت رو تو گفتی که شوهر منو زد باز برای چی پیش خونه من اومد همه قروز رای خونه من گم کرده بود نه برای چی اومده چی گم کرده رای خونه من همه قدوتر و دورو هستن پلدار هستن همه چی هستن لیکن یک بار من با یک سومون ندادن من فقط میمرم روز در روز از عذاب کشیدن چی با نمیگو که یک بار من بسنتیم امروز برای چی اومده است من از خداوند زوره میکنم که خداوند خودش به ما دهد آخر دادرم زن و فرزند داره قفای زندگی خودشه من از شما نمونم این گپ خودمون فرودرک شو گو که من در خونه نیستم اینو تیگون بهونه کن خودت فهمیدی که باز از این روز سیو را میبینی تیز کجا اپا بابای همی جا هسته همی چه؟ بیا بده اپا این چی حاله در رنگ روی تو هیچ کم نیست بیا در خانه دارم راست چه گوزان یازدم که نه بابا تردین جان خانه دارم همش رو میگم دارم اوچم چخه سوزان گشتیم خونه دار لیف جان تقاد اومد واه کنی خانش هستم این جیانوی ما همی قدرش دیانا یک خان زنن کنی یورا گیری میره یکون چی میخری نه؟ نه و دردین جان اونا پا نه این خیل نکن گودکا گنده میشن در پول عادت نکنن التماس دردین جان ای اپای همی کور نمون نه هیچ گاه بیا خانه دارم ای خونه نمیدرم اپا خانگی ها چی خیلن؟ زن و گودکا اپ همشان آچم همشان سازن سوزای اما ما هم چند خروجه دانه بودم چی خیل آمدی؟ نغز آمدی آخی؟ بله بیا خانه داره؟ نه خونه نمیدرم اونجا گرد میزنم آقای فهمیدم که ساعت زندگی تون پس در اومدن تنشین عمره برای گفتم آمدم همه الله قبولتون تونم
نه دادر جان، من این پول رو قبول کردن نمیتونم. بگی در زندگی در کارت میشه. نه دادر جان، رحمتی کلام. رحمت. اپا مالاما این کار یازدم کرد کتی باز شگوزن یازدم کرده باشم ما میدونم چیکار کنم ویا. نه بدردین. رئیس تو در خونه است؟ نه بدردین. این کار رو یازدم نکرده. یازدم نکرد کی کرد؟ اگر در دودرش گوید که شوهرم عروسد حال من بد بشود این آقای دستشون همه چی میبید من کی دارم این هم میگردم خارجه به خارجه پدرش دارو مادرش دارو نه بدردین این کار رو یازدم نکرده است. گوش که بدردین همه زندگی پستی و بلندی داره. چه شما در زندگیتان جنگ و غوا نکردین؟ شما هم همراهی زنتان همین خیل بدین. هر روز جنگ بود. اولش از من بدتر بود. لیکن وقتی من از اون خونه بر اومدن پدر و مادرم یاد داری که به من چی گفته بودن؟ چی دعا داده بودن؟ من از خدا هم امیدوارم که یک روز نه یک روز زندگی من شیرین‌تر بهتر می شود. بدردین دادر جان اگر بر مقصد مهمانی اومده باشی مرحمت یک پیاله چای خورو از پسی کارت شو. اگر در زندگی ما دخالت کردم باشی من این رو هیچ وقت اجازت نمیدیم برای که من صاحب 2 فرزند هستم. انشالله که امروز نه یک روز زندگی ما آباد می شود خوبتر می شود. اگر خواهی که من خوشبخت باشم در حق ما دعا کنید. چی؟ طرفی من رو میگیرد این زنک؟ نگفت در دودرش یعنی این رفتارهایی کرده ای من رفتارهای نامردانه اند؟ خی اپا جان خودت میدونی من رپی گفتگی من گفتم ایش کاری خودت یکی بین یکم گپ شید خیلی بزن میگذرد همش. السلام علیکم بدردین جان. و علیکم سلام. سوزه هستم خوبه؟ رحمت خوش اومدید. خوش اومدید. چای تیاره. رحمت چای تیار. یک پیاله چای نمیگیری؟ رحمت وقت نداشتم. پدر و مادر خونگی همه سوزن؟ شده رحمت همه سوز؟ امرو آمدم گفتم سردستکی خبرتون بگیرم برم یازدن که من فکر کردم شما خونه در نیستی همینجا. خوب بودم بدردین جان. یازدن سر تبرد و مرد باید همه وقت سرش بالا باشه. این روزا میگذره همه زندگی به کمبودی نیسته. زندگی همش کمبودی داره که آدمیزا با اصلاح میشه. فهمیدی یازدن؟ بهتر نگفته یه میگه گر فشار زندگی آباد کند مسکین مباش مرد باشه خستگی شرمندگی در کار نیست. فهمیدی یازدن؟ فهمیدم. رحمت خوش اومدید. رحمت من میرم خواهی یازدن. خوش اومدید. تیستو من خودم رو بگیرم تیستو. زنردون بخشش زیاد تو با این درجه زنی بفهم بودنی تو رو زنی خود و ترس بودنی تو رو باور نداشتم. با جایی که در پیش دادرت عرض شکایت کنی برعکس آبروی مرا بلند برداشتی. 100 بار شکر خداوندی بزرگ. من نیز زنک جان من نیز وعده میدیم که رنگ نامرد دیگر در زندگی رفتار نمیکنم. اصلاح میشوم زندگیم رو نغز میخپم. مایلش امیدوارم تو مرا بخشیده ای. نه هیچ گپ نیست مردک جان. من دعای پدر و مادرم رو گرفتم و او گفته پدر و مادرم رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. هیچ گپ نیست. حضور رحمت زنک جان. حضور رحمت خدا را شکر